زاد زنرا گفتی فلان کار را کردی طلاق، اگر کرد طلاق می شود. اصلا همیشه گپ ها رو استفاده نبرید برادران. بعضی آدم ها به هر یک کارش فلان پیاله رو گیر نگرفتی تو طلاق، از در برآمدی تو طلاق. این کلمه طلاق جوابگری دارد برادران. از زبان که برآمد این در پیشگاه الله تعالی جوابگری دارد. این کلمه رو استفاده نبرید برادران. این در حالت ضرورت کدام آدمی که میبیند که همین زن دیگه مثلا با عقل و خیرت فکر کرده میبرد که با این زن زندگی نمیشد، بعد منتظر میشد روزی که بیماری ماهانه میشد، بعد یک طلاق میدید. بعد یک طلاق دادنتون 2 حیض دیگه در خانهتون زندگی میکند، دیگه دست نمیرسانید. بعد اینکه عدهش پر شد بعد به خانه پدرش برآمده میرود. اگر طلاقی موافق سنت داده نشه، این طلاق استفاده نبرید هم برادرها. به توی رفتی تو طلاق، به خانه رو برآمدی تو طلاق، نگویید این کلمه رو. مسئولیت است، این جوابگری دارد. بعد پشیمان شده میگردید از این ملا به اون ملا. نگویید این گفه برادرها.